سلام و درود، حالتون چطوره؟ اومدیم با یه ویدیوی جدید که میشه گفت تقریبا اولین ویدیو طولانی چنل و اومدیم با یه ویدیوی سم از سمای محرم امسال، چون تازه محرم تموم شده کلی ویدیوهای سم آوردم براتون. بریم ببینیم. فقط قبلش لایک، کامنت و سابسکرایب یادت نره، زنگوله رو بزن که کلی ویدیو و استریمای خفن داریم. بریم سراغ اولین ویدیو، عزاداری با آهنگ بلادشاه. بریم چیه؟ بابا بنازم فقط اونه که اومده خیلی جدی تبل میزنه. بنازم آجی فقط اونجا باید رقص میخوره به نظرم تا محرم. تو بلادشاه خوب بود. اولین ویدیو به نظرم خوب بود. بریم بعدی ببینیم چیه. چین گفتی تو تعزیه به جای شیر از اژدهای ما استفاده کنید. ببینیم چیه. پشمام آجی، اژدها بردم مثلا تعزیه جای شیر تعزیه. بعد اینو ناکنی من بوس کرد. بابا چی میکنی؟ چی میزنید آجی؟ پشمام. اژدها آجی اینا فقط تو ایران دیده میشه، واقعا عجیبه. پشمام ریخته. بعدی نوشته محرم کور. ببینیم چیه. یو ابوالفضل 5-6 نفر ریختن رو تب. با آرام بابا برای خودتونه. بعدی اینم تو تعزیه است. پشمام رفت آجی مرده. میگه چیه؟ بازم تعزیه است. اوه ای وای اصلا دارن ولش کن. بعدی چیه؟ اینا رو ناکن. یا ابوالفضل سر پرچم دارن دعوا میکنن. یا حسین باری کل. یا حسین اینو ناکن. من دختر دیده. اوه این واقعا تو ایران سر نظری اینجوری میکنن. خجالت بکشید خدا وکیلی. یا ابوالفضل اینو ناکن. تو جل خوابیدن. اینم که همون شده است که اژدهاه. اینا آجی فقط تو ایران میتونی ببینی. ویدیو بعدی این ناکن رو تبلش آیدیشو زده آجی. پشمام. باش به خاطر امام حسین داری میری یا به خاطر چیزهای دیگه؟ آیدی زده رو تبلش. نوبره واقعا. نوشته مراسم عزاداری کجاست؟ اینا چرا کردی میرقصن؟ وای این قطعا عزاداری نیست، این یه رقصه. باریکلا. همه پیرمردن آجی، حتما رسمشونه دیگه. ما چه میدونیم، ما که بلد نیستیم. بریم بعدی چی؟ احتمالا از این سما دختر محرمه دیگه. یا ابوالفضل نگاه کن اصلا اومدن هیئت. اینا چه استایلیه؟ اینه نگاه کن پشت موتور. یا ابوالفضل معلومه خاطر هیئت اومدن. فقط سلسبیل آجی امسال سلسبیل قوقا بوده تهران. فقط ویدیو بیشتر از سلسبیل اینجور چیزا. ظهر عاشورای 405 فلا. بریم چیه. یا ابوالفضل داره قلیون میکشه. وای حاجی پشمام ریخته. اینو نگاه کن قلیون میکشه. میوه گذاشته جلو خودش. یزید بود اسمش. یزید بود. چی میگن اینا؟ بابا باریکلا. قلیون سود اصلی از حیات همین بوده. میوهش سر جاش، قلیون هم سر جاش، هولش میدن. باریکلا. حاجی این ویدیو رو نوشته بود نیاورانه. بریم ببینیم چیه. بابا بنازم چه شیرنیایی، چه آب میوه‌ای. واه کیک کاکائویا رو نگاه کن. یا ابوالفضل غذاهاشون رو نگاه کن. این نیاوران اینو نده کی میخواد بده؟ پول دارن نظریهاشون رو به ما فرق میدن. بابا بنازم پسر نگاه کن چند تا دیگ. این بر دعوا سر مثلا. حتی اینجا که صفه. بابا باریکلا. نیاوران هم صف. اینا همونایین که میگن زیر ولنجک کنسل الان صفا قفله. بریم بعدی چیه. پشماج قالیبافه به خدا قالیبافه. ببینم نوشته کپشنش هم نوشته قالیباف. به به آج آقا قالیباف با چادر. باریکلا آجی قالیباف. چرا واقعا باید با شال و روسری برن توی عزاداری؟ من نمیفهمم از چی میترسن اینجوری میرن. هدفشون چیه که با شال رفته هیئت؟ باریکلا آقای قالیباف. چی بگم والا عجیبه. پشمام ریخته. بریم ببینیم بعدی چیه. من
از دختر داره فیلم میگیره. من اصلا این کارو دوست ندارم. ببین خیلی استایلشون خب درسته. اگه میخوای بی‌حجابی رو نشون بده که اصلا روخورش به تو نیومده. دوست داره اینجوری بگرده، دوست داره نگرده. بعضی استایلشون درسته، مثلا این شال داره، استایلش درسته. اونایی که ریختن بیرون رو میتونه فیلم بگیری مسخره کنی، ولی اینا خیلی هاشون عادیه. نگاه نمی‌کنی تا آخر بابا، نمی‌کنی بابا. استایلای خیلی خوب بود. اصلا من اینو دوست داشتم. قایمکی فیلم گرفته. اصلا به تو ربطی نداره. حاجی اینم بالا شهر الهی است. ببینیم چیه؟ آه صفو نگاه کن، پولدارای مملکتو. یا ابوالفضل 3-4 کیلومتر صف. بابا شما همین چپتون پر این مسخره بازی ها چیه خدا وکیلی. یا ابوالفضل. ویدیو بعدی. بابا خجالت. این الان هیت داره. فکر کنم این هیئت شیر میدن. فکر کنم یه چیز بلش کن. ولی اشتباهه به نظر من. اینم سلسبیله. همه سلسبیلی ها اینجوری کثافتن. این یکی چیه؟ فستیواله. جوت محرم عزاداری حسین. نباید فیلم بگیرم آجی. درست نیست. شماره هم میخوام بهش بدم. نه نیستم آجی، درست نیست به نظرم. عزاداری نکنه. نه اینم دوست داشتم. فیلم قایمکی میگیرن خوشم نمیاد. بعد حاجی این نوشته بود 2 تا دختر 2 تا دوست سر اینکه کدومشون به پسر شماره بده با هم دعواشون شده بود. بریم ببینیم چیه. اول سر پسر آخه این پسر چی داره مگه این هم پسر یکی دیگه بگو شماره بده چه فرقی داره. چیز رفاقت رو نکن سر یه شماره هم دیگه رو جهر دادم وسط خیابون. حاجی چی نوشته مسیح حلال. یا اول فصل چرا لخته حاجی؟ چرا میچسبونه؟ حاجی اینا اصلا قبل اینکه بیان میرن بالا سلامتی امام حسین رو میان مجلس رو گرم کنن و اصلا نمیتونن بیان. همین مددا هم 100 بالاست 100 بالاست. ما در ایران اولا همجنس باز اسمش بود احمدی نژاد. چرا اونو داره خیس میکنی؟ چرا آب میریزی؟ در ایران این چیزا بود. اصلا در ایران وجود نداره. درست میگه احمدی نژاد، حق با شماست. اینم ویدیو آخر نمیشه وقتی دوست پسرم میرم سلسبیل. بله دیگه سلسبیل میاد بدونید چه خبره دیگه. چرا انقدر تو میری وایس منم بیام ابا جان بگم به خاطر دختر جلویی افتاد دماغ جلوییه. اومدیم سرسری از عباد اینجوری راه بری ها. سر پایین سر پایین باشه سر نگاه کنیم. خوش برسه. پسر چه دعیوسیه میگه بذار نگاه کنیم. اگر رابطه اینا رابطه فاب بود از این چوسیا نبود و جاست فرند اینا نبود دختره یه دونه با میخوام زیر گوشه پسره. یعنی چه بذار نگاه کنیم. کسی که واقعا دوست داشته باشه شاق یه دونه میخوام اون زیر گوشش. ادامه‌شو ببینیم. باشه بیا خاک تو سرتون. اینم از این ویدیو. مرسی که تا آخر این ویدیو نگاه کردید. امیدوارم لذت برده باشید. تا ویدیوی بعدی بای.